درود میگوییم به شما بیننده های عزیزی شبکه سفینه. بعد از یک هفته رسیدیم به دیدار همدیگر. این برنامه لذیذ با جمشید است و مهمان امروزه ما هستند استاد ورزش اتحادیه شوروی محمد شریف سلیمانوف. السلام علیکم استاد. و علیکم السلام. خوش آمدید استاد به استودیوی ما. تشکر. خوش آمدید به استودیوی لذیذ با جمشید. تشکر. خوب هستید؟ شکر. من در آغاز شما یک امکانیت دارید که برای انم بیننده های ما، برای تماشابینان برنامه لذیذ با جمشید یک سلام خود را رسانید استاد. سلام علیکم تماشابینان عزیز مهربان. من تشکر به جمشید که ما رو به این برنامه دعوت کردن و یک بار دیگر من به دیدار شریف شما بینندگان عزیز مشرف میشیم و خدا خواهد که من این برنامه‌ای که من امروز ما تشکیل کرده از جمشید جان من شوق‌آور ان شاء الله میگذرد. خیلی خوب میگذرد. بله. خیلی عالی میگذرد. آقای محمد شریف نزدیکتر میشویم و بیننده ها به صبرانه انتظارند که امروز مهمانی ما کدام خوراک رو آماده میکنند. امروز ما یک طعام ملی خاص تاجیکان کوهستان و قریب تمام تمام نوعهای تاجیکستانی خوراک رو میفهمند و تیزپز و هم آسانپز هم تیز تیار شود چون که قدر هم با لذت. برای همین ما یک از چپاتی و شیر خوب میجوشونیم قیام میکنیم. بله. خب نام دارد این خوراک؟ شیر جوش دوستان عزیز. خب این مانند شیر افغان است ولیکن در این چپاتی را میده شروع میکنی بعد خیلی که قروتا و وای میکنن وقتی شیر قطعی میخیلی نملایی میکنی میمونی تیارمینی شیر مثل روغن مثل قروتا گرم میکنی داغ میکنی در بالوش میریزی بعد بسیار بلذت میشه. خب برای این خوراک یعنی شیر جوش بله خب لازم است دوستان عزیز خب اساس شیر. بله اساس شیر. بعدن روغن مسکه. بعد روغن مسکه. نانی تنوکی میگیم، نانی چپاتی میگیم. بله. خب بعدن چهارمغز. بعدن اینجا ما اینا را علاوه میکنیم امروزه. بله یعنی در این دوره صاحب استقلالی که این نعمت‌ها بعد از خارج آمده هستند اینا بسیار کالری خوب دارن علاوه خصوص برای ورزشگران. درست است. بله چون که ما یک عمر با همین ورزش وای کردیم صرف کردیم برای ورزشگران بنان هم علاوه میکنیم سر ممکن به لذت شود. دوستان عزیز من فکر میکنم که امروز یک خوراک انامین ورزشی آماده میکنن. بعد از یک لحظه بیننده عزیز برمیگردیم پخت و پز رو شروع میکنیم. بله. دوستان بعد از یک لحظه برمیگردیم. یعنی شما گفتید که این خوراک رو در خوردی بله از انمون آوون نورسی استعمال میکردید. بله چون که عموما در کوهستان در طرفای که ما کودکی را گذراندیم منطقه ونج کودکی را گذراندیم همین اوقات شیرجوش برای مهمانای عالی قدر وای میکردن که مثال از راه دور تا حتی می اومدن که شیرجوش مادر ما رحمتی کمپیر بسیار کدبانوی زور بود بسیار نان و نمکی با نانوی خوب میکرد و خوراکوی بلذت میپختن. بله در همون جوانی که خیلی ما کودکی مکتب خوان بودیم از دیگر قشلاقه و از دیگر تا حتی از ناحیه از مرکز رایون که ما 50 کیلومتر دور است همون قشلاقی ما بالا میمادن که همین شیرجوشی من اپای بوستان نام مادری ما بوستان بود روانش شد یک بچشن محصولات های شیری و من همون میوه های شیرین و بعد از شیر 10-20 خیل خوراک تیار میکردن. لیکن همین شیرجوشش مخلصی شیرجوش بودن و همین خاطر بعد برای میمون عالی قدر من امروزه خیلی مثال گوشت و آش و شوربه وای پیشتر مردم قدر وای نبودن از همین خاطر بود که مردم سالم بقوت بودن. بله کمتر بلندترش که تیزتر جوش بیاد. خب این شب روز با چیکار مشغول هستی؟ این شب روز ما قریب 2-3 سال رفته است که نفقه ده من لیکن همون شاگردو مکتب
71 دکی پسرشم اونجا درس میکرد شاگردایی که دسته منتخب امروز هم همون شاگردای منن تا قول چند سال دیگر هم خدا خواهد دوام میگن چون که بچه ها بخوتن یوشن و در اونجا میبین تا یه هفته 2-3 بار من همصحبت میشم قصدشون پیش از مسابقه های بین المللی صحبت ها میگیرن در زندگی هر یک شخص یک چیز یا یک کس سبب میشود که انتخاب میکنه در همون کسب را شما که تمام عمرتون رو به همین سوای ورزش بخشیدید میخواستم آغازش رو بگید که چگونه میل رغبت پیدا شد در ورزش بله تشکر عموما اگر سببگار این کار رو بگیم اولش که چیزی که در حیات انسان است در نقش انسان از همین شکم مادرش در ازل نقش میکشن نقش ازل کشیده میشد به کدوم راهی که باشه همش هم روزی و هم هنر و همش لیکن سببگارش اومدن در ورزش ما همون پدر و بود اولاد ما همش پهلوان و بزکش و من همین خیلی گذاشتگی و مردم ما مردم همین کوهستان گوشتین علال خصوص این تمام تاجیکان چی در منطقه کلوب و چی در دروازه چی در خراتگین در همه جا همین گوشتین بسیار مخلصن و حاضرن ببینید که چقدر با خیلی معرکه با وای میگذارن با همین خاطر بعد اکوی ما که پهلوان بدن و من پدر و بابیامون بعد منم در همین رشته رفتم چگونه ریزه بکنن این حال میبینیم بله مایده کردن در کار چپوتی را این همین قدر مایده همین قدر میکنیم که مایده آمدید با دوشنبه به مرکز بله خوب یک ورزشکاری که مثلا علاقه آب و تاب یافته است و با همین کسب انتخاب کردهش رو باز اکنون رشد میدید آمده داخل شده بله داخل شدیم انستیتوت تربیت جسمانی به نام میخائیل ایوانویچ کلینین بود همون سال 70 بعد سال 71 دانشکده با وی خودش شد الهی نه دانشکده وی شد تربیت اون دوره دانشکده بود در دانشکده در فاکولته چی بود پید انستیتوت بعد انستیتوت مستقل شد بله الهی شد بعد یعنی آغاز شد از همون دوره فقط اساس این گوشتین ملی بود بله تمام ملی تاجیکی در تاجیکستان تمام گوشتینایی که رشد میکنن همه نموداش هم جدا و گوشتین آزاد و رومی کلاسیکی و سامبو زدا اینو همون زینه اولش همون فوندام دیزگویم همین گوشتین ملی است تاکورسیش من مثل رحمتی که سعید مومی مثال پهلوانان گذشته ما هم کورس بودیم درست است در یک گروه یک جای خوندیم مسابقه و برآمد کردیم تمرین کردیم یک جای و انا هم از گوشتین ملی برآمدگی بودن و بعد حاضره هم امروز هم همین چی پهلوانانی که من امروز موفقیت دارن و در بین الملل اینا اساس از گوشتین ملی سرچشمه میگیرن خیلی خوب گفتیم که ورزشکار باید انمون در استعمال خوراک باید که بسیار جدی مناسبت کنند زیرا تمرین و غذا این اساسی انکشاف ورزشگر است اساسی موفقیت های همین ورزشگر همین عاملایی که و موفقیت کلان در سطح ورزش در بین الملل میتید همین است یعنی رژیم مشق خوراک رژیم مشق خیلی وابستگی بعد شرایط مشقی و بعد برآمد کردن در مسابقه‌های بین المللی اوقات غذاناک اگر خوراک غذاناک نباشد امروز کالری که در تمرین یک مشقی دسته منتخب اگر اون ساعت مشقش اگر حساب کنی برابری میشد که یک واگن من 50-60 تن بار دارد اوگلای می اردای می سنگ می چیزی هست هم میفراری برابری هم وای میشد در طول 2 ساعت همین قدر وای میکند تمرین میکند که خیلی 2 کیلو 3 کیلو عرق بدن میبروید 2 کیلو 3 کیلو وزنش میپرتوید این کاری هزل نیست برای روز دیگری
تمرین باز باید خوراک کالریداری بخوری که با همون قوت جوش گیرد برقرار شود ارگانیسم بعد وای کند با برای مشق تمرین پگاه باز همون قوت باشد که با تمرین کنی و اگر این خیلی خوراک کم غذا خوری و قوه برای پگاه تمرین چی رسند بعد آهسته آهسته ورزشگر هم کسلی میشد و هم قفا پیشروی نمیشه. بله درست است. چون شما بسیار با یک احساس بلند از مادرتون یادآور شدید و گفتید که شیرجوش میکردن حتی عموما کدبانوی بودن که از بسیار نوحیه و خدا نمایندگان باز کدام خوراک را آماده میکردن و قروتو میکرد من شکرو میکرد همین اونجا باز همین خیلی شیراغان تیز پیوه میگن پیوه میکردن چی خوراکی که بود و یادش میبرمد نه مکتبی همون پوری نخونده بود نه یگان و لیکن همین خیلی کمپیری با نون و نمک خوب بود رحمتی راشون شد بود و یک سوال میکنم میگید که عموما وقتی که میپرسیم نفرانی که سابقه دار هستند در همه سمت و ساحه خب چگونه گذشت این یک حیات پرجوش و خروش این اگر عمر انسان 100 سال ببینی عمر چون که این کم است و همین لحظه امروز شما میبینی حیاتا چون عمر چون تیر روان است من حضرت حافظ یک وینا دارد که عمر انسان چون کشتی است در بحر ایستاده ولیکن اگر با وای در درون کشتی باشی و سرعت وای ببینی چون تیر روان است بله عمر انسان هم خیلی میگذرد خبر نمیابین لیکن عمر رفته است من همین لحظه رو دیگه نمیابیم من از سکندش گذشته است بله برای همین عمر انسان اگر که آدمی 80 ساله و 90 ساله رو هم پرسی همون بابیامون هم میگفتن که ما همیشه در نظر نمیفهمیم این گذشتگی خیلی گذشت خیلی تیر بر این میگذرد میره و خاطر انسان باید که در همین عمر گذران باید کوشش کند که از خود یک نیکی در زندگی از این کار خوبتر نیست در زندگی انسان خداوند عقل سالم داده است از تمام جاندار و حیوانات و از همه فرق میکند با عقلش درست به همین کار خداوند انسان خلق کرده در دنیا که به راه نیک راه بد راه نیک برو که گذشتگان رو به نیکی یاد کنن و در دنیا یک سهمی بگذاری من مثال باز در دوره من همی صاحب استقلالی که مثال دولت ما با پای خود با بیرق خود با پرچم خود با دسته خود در تمام ساحه ها در تمام هنرها با پرچم خود برآمد میکند من امروز باز یک سهم گذاری در رشد امروزه دولت و ملت در تاریخ همین زندگی یک از بگوید که فلانی خیلی خدمت کرد به دولت اکمل الدین و خشقدم و ظفر علیم شایف و نازیم نسیم سرکرده فرزندان خودم جهانگیر و صابر و سلیمان اینا همش استادان ورزش درجه بین المللی هستند من شکر خداوند که اینقدر زحمت ها و اینقدر طول سال ما را دولت حکومت من رهبر عالی مملکت به نظر گرفتن اینقدر عنوان و اینقدر وایه دادن که دیگه جای آویزان کردنشون نیست در خونه یک 8 یا 10 کپ بود در قفس‌ها این شغل چگونه از کجا پیدا شد زندگی همین یک مصرع خیش میگه که خاک در اون سر که در او دردی سری نیست زندگی باید یک دردی سری داشته باشه فقط کار برای بیای بشینی نگاه کنی تلویزیون فقط این کار نیست در زندگی باید شوخوار نمیشد بله شوخوار زندگی نمیگذرد آدمی است که از بازی میند آدمی است که حافظی شخمت من همین قریب تمامی همین هنرها رو داریم شخمت بازی مینیم موسیقی کم کم مینوازیم من بعد کتابخوانی میکنیم بعد شعر خوانی میکنیم بزم میکنیم همه طرفه ده بعد وقتی که از تمرین و از مشقا که میمادیم همین کارو رو وای میکردیم کبگاه هم هستن کبگ بازی این همین رحمتی باز یک باریگه به یاد میریم شودروان که سایمین ای سالی 80 چند بود که ما در انستیتوت ورزش معلم کار کردم اول وقتی که تمام کردیم بعد
وای مربی شد در جمعیت حاصلات و بعد از همون سالو رحمتی همین مخلصی کاوک وای شکر اول میکرد بعد دیگه کاوک جنگ شام وای کردیم بعد دیگه ایم قریب یک جای همین سفر دیگه حاضرم مخلص هستیم دو سه کاوک حتما در خونه هست صدا مینه کیف میگی بعضی آدم میاد که مثال سگ بونی میدادن در خونه شون خیلی که نم هر کس میگم که حواس دارد هر کس به هر چیز رحم و شفقتی که انسان به دیگرش میکند و به عائله‌اش و خواجگیش فرزندش باید هم چیزی که در خواجگیش هست به همه هم رحم و شفقت داشته باشد وای کبگ است سگای پشک چیزی است گاو است حیوانات است باید به وای همین خیلی مناسبت گشنش نمانی توزش نگه داری خروکش وقتش قطیبتی برای همین انسان کاملی پرامین رو باید رویه کنه در زندگی خیلی عالی بله دوستان تا این دم چیکار کردیم الکی شیر یک دقیقه های به شما مونده است قریب میجوشد الکی نان رو ما چیکار کردیم میده کردیم و وقتی اون رسیده است که چیکار کنیم حاضر روغن رو گرم کنیم یا نه روغن هم گرم میکنیم وقتی که شیر میریزیم اینا ارش میکنیم بعد روغن هم بعد تیار کشید در بلوش روغن هم میریزیم خیلی خوب دوستان عزیز بعد از یک لحظه برمیگردیم و باز ادامه مییابد برنامه ما بار دیگر میگوییم که اون نفرانی که نوکک به شبکه سفینه پیوستند شما برنامه لذیذ با جمشید رو تماشا دارید و مهمان من هستند استاد ورزش محمد شریف سلیمانوف تشکر که با ما هستید و اکنون من از نواربردار خواهش میکنم ببینید که شیر پره تیار شده است همینطور است قریب چیکار کنیم اکنون باید روغن رو گرم کنیم باز روغن رو گرم کنیم خیر روغن رو گرم میکنیم دوستان خب خیر میاندازیم دوستان عزیز یک تاش رو میگذاریم خب تا گرم شدن این ما چیکار میکنیم شیر رو اکنون ببینید دوستان عزیز در یک برنامه ما میمون داشتیم برای سر نروان بله خب کمک به صحبت اندرمان شدیم که شیر کار خودش رو کرد خب چیکار میکنیم اکنون خیلی چیشه بکنیم بله خاموش میکنم دوستان خب خیر گفتم که در کمتر نمکش میمونده میشدونه که نمک مونیم کمتر باشه کمتر میمونیم چون که با مزه میشه خب کمک نمک دوستانی عزیز شما گوید کمتر پرتوش کفایه است خیلی مونش سلامت باشید خیر کشتی نه بله خاموش کردیم نواز شیر میریزیم کم کم در دیویش در خونه دوتار نیز هست دمره زمزمه میکنیم در همون جوانی در همون مکتب میانه که میخوندیم کروژوک خود فعالیتی میگفتن بله در همونو اشتراک میکردیم بعد تا حتی در ولایت رفتیم برآمد کردیم اونجا های کنکورس که میگذاشتی ما همون رایونیش ما میبردن در ولایت ولایتی ما در بدخشان تا خاروق تا اونجا از ولایتیش هم بعد دوشنبه یک بار گذاشتیم که خیلی دوشنبه نامدیم بعد همون مردم ما که همین مخلصی رحمتی که آدینه هاشم که بدن ها مردم ما بسیار احترامی کلان داشتن بین حافظا همه حافظ هر کس مخلص خیشه داره و نگه فایز زیادی مردم همون رحمتی که آدینه را بعد همون پیروی به هموی کم کم بعد زمزمه هم میکردیم سلامت باشید یک مجموعه شیرها نیز دارید کم کم یک لحظه شیر رو انداختن کمک اومخته میکنیم با کدام خاطر با اون خاطری که همین شیر رو جبیده گیرد همین نونی چپاتی همین طور است خب اون مجموعه چند شیر رو در بر میگیرد اونجا 100 ربایی بدو بله خیلی حاضر علاوه شدن و خیلی خدا خواه با زنده باشیم با ویورا جو میگنیم 300 تا رباییش دست خیلی 100 تا قریب 100 تا دیگر کم کم شیر هستن و یورا خیلی یگون پیش یگون شاعری بقوت
میبریم تحریر کردن لازم تحریر کردن لیسه‌شون کنن لیسه‌شون کنن سلام لیسه‌شون کنن سلام قرطوپاقیاش نه به قول هم مردمی کوهستان رششون میکنن چی گفته قرطوپاق یعنی هم به وزن بلندی و پستی یعنی وزن و قافیه و در شعر وزن قافیه ها هست بله درست این قرطوپاقیش در تخته و چوب میشه و لیسه‌شون میدن بهترین خب الان مردم کوهستان یک لحن خیلی خوب و بخت خاص دارند پستر میکنم این رو اکرم محمد شریف بله پس که جوش اومد باشه چونکه وای همون چیش داغ شود خوبه خوب من همین قدر شیرش میریزیم که شیر افغان برای این بسیار تر نشود و بله همین شیره که کشید جبیده گیره فرصتی اون رسیده است که چیکار کنیم محصولات رو کمک مایده میکنیم بله ما در شیرجوش کهنه ایلاوگی میکنیم بله ایلاوه یعنی چون که چهارمغز شکیدگی که روغنش که نیست ما مجبور شدیم که من چهارمغزی وای نوشکیده رو همین خیلی میمونیم بنان قطعی چگونه مایده کنیم همین خیلی خشرو مایده می‌کنیم در لو یعنی چی یا اینکه در موبنش میمونیم خب دوستان قروتا باشد پمیدار رو وایش می‌کنیم نه که این چیزی شیرین بلازات چی هست اینا پمیدار و بادرنگ خیلی وای نمیشه میشه دمیتا بله استاد از همون شعرهایتون یک 4 مصرعش رو زمزمه میکنید خیلی خوب میشود خیلی با همه گفتگیانم و با طور خود میگیم افسوس که دوره جوانی بگذشت 60 فصلی بهار زندگانی بگذشت اینا در 60 سالگی نوشتم سلامت باشم افسوس که دوره جوانی بگذشت 60 فصلی بهار زندگانی بگذشت یاران همه بر قدر جوانی برسید جوانی من به پهلوانی بگذشت سلامت باشید استاد اکنون اگر امین رو با آهنگ اگر خب زمزمه کنید سر چی میشه استاد میگفتی دکتر که می آوردیم همون دکتر رو ما از خاطر دمبره را فراموش کردیم خدا خواه زنده باشیم با یگان وقتی دیگر وای میکنیم چون که امروز به دکتر وای او قدر به دمبره نمیشد چون که حافظای پروفسیونال مثال کسبی باشن و یا میکنن خیلی به موسیقی او قدر نمیشد و خیلی میشود اکنون شما سراینده کسبی نیستید که مثلا مردم تماشابینان بسیار نقطه سنجی ما و ارجمندی ما جدی بگیرند بله ورزشگر سرود میسراید ای افسوس که دوره جوانی بگذشته ای 60 فصل بهار زندگانی بگذشت یاران همه بر قدر جوانی برسیده ای جوانی ما به پهلوانی بگذشته سلامت باشید با این سخن جمشید هم هستیم سلامت باشید حافظ کسبی نیستیم خیلی بعضی وقت در خونه خرسندی میمونو بیاد یا اینکه یگان جا میریم همون بچه‌هایی که خبر دارن هم کم کم موسیقی های ما بعد آهسته میبینی که یک دکتر در اومد در همون میمونی بعد من حس می‌کنم که همین با دردی سری من میشه همین دکتر با خیلی جنجال شو میکنم نه که چیکارش می‌کنی بعد رفیقای نزدیک برادرها بعد میگن که سلیمانوف یک مصرع برای ما بخوان نشود که حافظ بریم زکات کنیم بیاریم همینجا برای خرسندی خودمون برای یگان کار دیگر نیست من فکر میکنم اون نورسانی که شاید بعضی از انمون جوانان و نورسان در نظر دارم خب از انمون کسب شما با خبر نیستن وقتی که شما زمزمه کردید گفتن که
این اوفیس کی باشد؟ این حافظ کی باشد؟ یک بسیار خوب سرویدید. من چهار مغز رو میاندازیم. میمونیمشون در موبایل شمونه همه وریانت خوبترش کسی که میخواه یا موبایل اون بسیارش نمیم چی؟ در گیردی وای این چیه؟ چهار مغز. یعنی این خیلی میکنیم. چهار مغز رو میاندازیم، روغن رو میاندازیم. ما روغن نموندیم اول روغن میمونیم. یک لحظه. گرمه. مثال قروتا و خنکه. بله. این همون زمستان هم خریدن ممکن، تابستان هم خریدن ممکن. این وابسته به همون شرایط بسیاری مثال کسی که گاو مولی بسیارتر داشته باشه و شیروی وای داشته باشه قیماقش قطعی هم میدوزن باز به مزه‌تر میشه. خیلی خوب. بله. فکر میکنم گرم شد. گرم شده باشه من از میریزیمش وایش میکنیم تمام. خب. همین خیلی میکنیم. حاضر یک لحظه. اکنون ماشاء الله. حاضر یک لحظه. چون شما گفتید قیماق. خب انا همین شیری مونیست. درم موبایلش بریز بس. تری بسیار نشد. وقتی که شیرش که بسیار شد بعد این کمک دیگرگونه میشه. شیرجوش نومش دیگر میشه. شیراوان بعد میشه. درست. مرحمت. انا گرم شده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ای بچه صداش برومد در حقیقت جمشید خیلی من آدمای روغن خیلی که مخلصی روغن بسیاری آدما روغن بسیار ما قدر روغن خیر نیستیم. خیلی یک نمود زیبا. اینا ببینید نمود گرفت دیدی جوشی. نمود گرفت. انا اونجا میگذاریم. اینا در این طرف شما. در این طرف میگذاریم. خب خاموش میکنیم دوستان. استفاده ثمرناک استفاده بردن در کار. برق را. مرحمت از چهار مغز چیکار کنم؟ چهار مغز گیر درم لاولا شو درم موبایل خوبتر نیست که چون که ایجا که وقتی که خوراک میخورن خلال نرسونه. چی میگیم؟ ایجادی بله موست دوستانی عزیز. این یکمین باره که شیرجوش میشه. این خیلی میشه ده. بله کدوم شیرجوش خریده باشه هیچ وقت چهار مغز و بنان ندید وای نکرد در فکرش هم ناومده است. ما نویگری کردیم. خب بس کیفایه است. کیفایه است. خب من اینش رو میگیریم. بنان میگیریم کم کم میپرتویم در گیردش. دوستان این گونه خوراک را اگر یکمین بار ورزشگر نیز نباشد استعمال کنید. بله ورزشگر میشوید. ورزشگر هم بخیرد قوت پیدا میکند. من باش نیست. کیفایه است فکر بس کیفایه. خب اکنون خب دوستان عزیز بینید یک نمای خیلی زیبا دارد. بعد از یک لحظه برمیگردیم و میچشیم با محمد شریف سلیمانوف. این خوراک را نام دارد شیرجوش با همون علاوه بعضی از چی میگویند محصولات ها. بعضی از محصولات ما رو همراه باشید. بالاخره آماده شد و ببینید که یک نمای خیلی زیبا دارد. باور کنید بویش بسیار همین اشتیاق آور است. اکنون محمد شریف چیکار میکنیم؟ خیلی بسم الله الرحمن الرحیم میگیم. بسم الله میکنیم. مرحمت. اصلا شیرجوش و قروتا و اومن اینا رو با دست خریدن خوبتر است چون که لذت خریدن دست دیگر است. چون که با قاشق شیرجوش نمیخورن. یک از بین همون کوهستانی ما خطا در تلویزیون میگه اینا چی شیرجوش؟ این مرک چو کاری میگه اینا؟ این مرک این چیکار کردیسن؟ ورودی خریش کردیسن. باشد مرحمت. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. کنی یک میچشیم اکنون. اوه بینید که گفتید که همون باید که شیر جبیده گیرد. یک بله بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان الان خیلی میگیریم میپیچونیم. روغن قطعی میپیچونی میزنی که اکنون محمد شریف از چهار مغزش گیرید. گرفتم من یک دفعه. بیننده عزیز اون نفرانی که ما رو تماشا دارن و همین خوراک رو آماده نکردن باور کنید یک بار آماده کنید واقعا هم یک سلامت باشید. من فکر میکنم که همین خیلی خوراک رو استعمال میکردند
анамон паҳлавонони мо бале бале ва дӯстон бениҳоят лазиз аст. Ман берун аз шӯхӣ мегӯям, бисёр лазиз аст ва чун гуфтанд Мамадшариф Сулаймонов ки дигар дар он ҷо гӯшту ин чизҳоро истеъмол зиёд намекарданд ва бинед ки чӣ гуна лазиз аст ки дигар гӯштам лозим нест. Ташаккури зиёд ба шумо. шумо ҳам ташаккур. изҳори сипос барои як хӯроки бисёр лазиз. ташаккур. изҳори сипос барои суҳбатҳои хеле самимӣ. изҳори сипос барои анамун замзамаи хеле хуб. ман фикр мекунам ки имрӯз як барномаи хеле хуб доштем ва акои Мамадшариф дар охир барои бинандаҳои азизи мо чӣ гуфтанӣ ҳастед? Марҳамат. ташаккур барои бинандагони азизам як гуфтанӣ ҳастам ки дар зиндагӣ аз ҳама мӯътабартар барои инсон саломатӣ аст. Бале. саломатӣ бардавом, тинҷию оромии халқу миллат ва тамоми хушиҳои зиндагиро Парвардигори мутаол бар ин миллати мо ато бифармояд, сарбаланду пирӯзу муваффақ бошанд ва дар рушди ин давлати соҳибистиқлоле ки гул шукуфта истодааст. бибинед чӣ қадар шаҳрҳо ободу хушрӯ ва зебу варзишгаро толлорои бисёри майдонҳои бисёре заҳмат камари ҳиммат барданд барои рушди имрӯзаи давлати Тоҷикистон ки ҳар кас дар роҳи ҳунари худаш агар ки аз таҳти дилаш сӯхта хизмат кунад ба ватан, иншоаллоҳ давлати мо яке аз давлатҳои пешрафтаи дунё мешавад. тамошобинони азиз сарбаланду пирӯзу як бори дигар муваффақ бошед. ташаккур барои шумо, ташаккур ба ҳамин барномаи хубе ки мана дар ин шабакаи Сафина аст. шуморо муваффақият, сарбаландиҳо, пирӯзиҳо орзу мекунам. ман ба шумо пеш аз ҳама саломатии барнавом хоҳонам ва умедвор ҳастем ки боз анамун шогирдони шумо خب موقع‌ها و زینه‌های از این هم بالاتر رو میگیرند و افتخار تاجیکستان عزیز رو در عرصه بین الملل معرفی میکنند. سلامت باشید. بینندگان عزیز، اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید با آخر میرسد. گفتیم که یک خوراک بسیار لذیذ بود با انمون محصول ایجاد محمدشریف سلیمانوف کمکک نوآوری علاوه کردند. نام داشت شیرجوش که در همون منطقه که مهمانی ما به دنیا آمدند نام میبرند. بسیار لذیذ است. حتما یک مرتبه آماده کنید چشید که چگونه است. اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی سلامت بمانید و خوراکای لذیذ تاجیکی را زود آماده کنید و استعمال نمایید. ولی موافقی میارش. خیر دوستان، تا دیدار.